فقط در یک فصل جودوی جهانی، آن هم باشد در گرند اسلم تاشکند سال 2021 ما شما مشاهده کرده بودیم. قبلتر از آن در سال 2020 هم در گرند اسلم دوسلدورف اشتراک کرده بود. در ابوظبی سال 2019 هم هیچ دستاورد شایسته از آنجا در افتخاراتش نیست. ورزشگر ما حقنظر نظروف در این رقابت با جودوگی سفید است. او در برابر حریف از کشور ژاپن یوشیمیچی کاموچی ورزشگر 21 ساله قرار میگیرد و همین را یادآور میشم که ورزشگر ژاپنی این اولین حضورش در صحنه رقابت های بین المللی هست. یعنی قبلتر از این در هیچ مسابقه سطحی بین المللی اشتراک نکرده بود. یعنی ژاپن که مکتب های بزرگی گشتن جودو را دارد، تعداد جودو ورزانش خیلی زیاد هستند، ولی حقنظر نظروف قریب که همه ساله ما میدونیم که تجربه و استعداد او در رقابت های داخل جمهوری صیقل مییابد، چی در گشتن جودو و چی در گشتن ملی. در رقابت های بین المللی حقنظر نظروف همگی 5 رقابتش در لیستی گویم رقابت های ورزشکاران دسته وزن 81 کیلوگرم در تورنمه های رسمی این فدراسیون جایگیر است، ولی هنوز دستاورد ندارد. شاید این بار احساسی خوب میکند از لحاظ آنه که فرم ایدئالی یا معمولیش پای بر جا باشد. ولی ژاپنی ها نوابسته از آنه که تجربه اشتراکشون کمتر است در رقابت های بین المللی، آنها یک استعداد فوق العاده در عین اجرای فنون سراپا دارند. İkinci tatamiye davet oldu. Çeksi 81 kilograma kadar olan kişi idmançılar arasında Avcıdogi. ولی از نگاه اول چون به نظر می رسد حقنظر نظروف ورزشگر 24 ساله تاجیک و این حریف 21 ساله خود در چند بخش خوب ظاهر شد، ولی در این کوچیگری که فعلا اتفاق افتاد قریب بود که حقنظر نظروف یک امتیاز به حریفش واگذار کند، ولی در عین دفاع یکم چست و چالاکی کرد و شکم افتید، وگرنه احتمال داشت. مربی در اینجا به حقنظر توصیه میدهد که تو باید یکم کار کنید و اشتباه را ندهی. ببینید و اجرای فن سراپا از داخل پا همون حکومتی که در مد نظر داشت حقنظر، ولی موفق نشد. به همین اصول بود که با همین اصول اشتباه اوچیماتا بود که در سال 2019 هم بود که تدی رینر از کاگویرو شکست خورده بود. حقنظر در حال کنترل تعادل یا کوزوش حریف بسیار به مورد ظاهر شد. یک دقیقه بیشتر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. حقنظر نظروف در برابر وطندار جودو اگر تواند که پیروز شود، پس در مرحله های بعدی احتمال دارد خوبتر هنرنمایی کند، چون در مرحله بعدی بعد از این با یک ورزشگر نوکار آذربایجانی الجان حاجیف روبرو خواهد شد اگر پیروز شود. ولی کارد اولی زرد جزا یا شیدوی اول به حقنظر نظروف داده شد. در رقابت های داخل جمهوری حقنظر
شایسته هنرنمایی میکرد. اما ببینیم در صحنه رقابت‌هایی که موقع کشور را نفوذ ورزش کشور را بالا میبردارد تا کدام حد استعدادش خوب خواهد بود. داور بار دیگر مته میگوید و شیدو با ورزشگر ژاپنی و به همین ترتیب از نظر کارت‌های زرد نتیجه برابر هست. و گلدن سکور. Tatami 1. گلدن سکو حق نظر نظروف در برابر کاموچی یوشیمیچی ورزشگر 21 ساله ژاپنی که اولین اشتراکش در رقابت‌های بین المللی هست. این رقابت اکنون حساس خواهد بود به آن خاطر که در گلدن سکو عادی ترین حرکتی که میتواند امتیاز آورد تقدیر غالب را روشن خواهد کرد. حق نظر به نظر می رسد که از لحاظ فیزیکی قدرت و توانش در برابر حریف خیلی زیاد است، اما از لحاظ حرکت تکنیکی ورزشگر ژاپنی یکم چست و چالاک به نظر می رسد. یک مبارزه برای دریافت خوب کومیکاتا ولی به نتیجه بود. با مربی حق نظر اکنون شیدو و با سبب کمکاری با حق نظر کارد زرد دوم جزا یا شیدوی دوم را میدهند و این ورزشگر ژاپنی تا اینجا موفق نشده که اجرای اصول کند در برابر حق نظر و اکنون حق نظر کاش وضع را میخواست استفاده کند با همان روش یا شیوه کمری. ولی ببینید نیروی جوانی در برابر تجربه چگونه زیاد بود. اوچیماتا را چند بار میخواست حق نظر استفاده کند ولی نتوانست. بالاخره این کاموچی یوشیمیچی ژاپنی بود که در برابر حق نظر نظروف پیروزی به دست آورد. حق نظر نظروف در 5 رقابتی که دارد قریب در مرحله های اول از حریفانش ناکام شده است. دوستان عزیز، این از گرند اسلم ها. در یک گرند اسلم تاشکند در دور اول پیروز شد ولی در دور دوم نیز پیروز شده بود ولی در دور سوم ناکام شده بود. به همین ترتیب در دوسلدورف هم در مرحله اول و در ابودابی هم در مرحله اول. این بار در باکو در آذربایجان نیز در مرحله اول به ناکامی دچار شد و از حق شرکت در مرحله های بعدی ناکام ماند.